سلام. آلرژی در حیوانات خانگی موضوعی که چندان از سمت صاحبین اونها جدی گرفته نمیشه. عوامل محیطی و خوراکی بسیار متنوعی در اطراف ما وجود دارن که میتونن در بعضی از حیوانات باعث ایجاد آلرژی بشن. اما در اکثر مواقع پیدا کردن عامل آلرژی یا همون آلرژن بسیار دشوار هستش. سیستم ایمنی وظیفه محافظت از بدن در برابر میکروارگانیسم‌ها مثل ویروس و باکتری‌ها رو به عهده داره. اما گاهی این سیستم نسبت به برخی از مواد که میتونن برای بدن بی‌ضرر هم باشن، واکنش نشون میده. یک واکنش آلرژیک میتونه تو نقاط مختلفی از بدن مثل چشم، گوش، سطح پوست، داخل گلو، داخل ریه‌ها و حتی دیواره معده اتفاق بیفته. حالا علائم آلرژی چه مواردی هستند؟ گرفتگی بینی، عطسه، خروج ترشحات از چشم، تورم و التهاب پوست، کحیر، ریزش مو و از همه مهمتر خارش فراوان هستش که به دنبال خاروندن زیاد گاهن زخم‌های پوستی هم ایجاد میشه. همچنین استرس، تورم صورت، تپش قلب، حالت تهوع و استفراغ و مشکل در بلع به همراه دیسپنی یا سختی در تنفس از علائم واکنش‌های آلرژیک شدید هستند. آلرژن‌ها عموماً از سه طریق استنشاقی، خوراکی و تماس با پوست بدن میتونن باعث حساسیت در هر سنی بشن. حالا به چند مورد از عوامل حساسیت‌زا و اشکال آلرژی در حیوانات میخوام اشاره بکنم. دسته اول آلرژی‌های انگلی هستند. کک، کنه و جرف‌های گوش از انواع انگل‌های جلدی مرسوم هستند که با اتصال به پوست و گزشون باعث ایجاد خارش، التهاب، قرمز شدن پوست و نهایتاً واکنش‌های آلرژیک میشن. ضدعفونی متناوب محیط زندگی حیوان، شستشوی بدن با شامپوهای ضد کک و کنه، پرهیز از رفت آمد حیوان به محیط‌های آلوده مثل باغ، پانسیون و مکان‌های مشابه و استفاده از یک سری داروهای پیشگیری کننده مثل آیورمکتین میتونه به جلوگیری از بروز آلودگی انگلی کمک بکنه. دسته دوم آلرژی‌های تنفسی هستند که عمدتاً از طریق گرده‌افشانی گیاهان در محیط یا نگهداری گیاهان در منزل اتفاق میفته. گرد و غبار، عطر، بوی شوینده‌ها، محصولات آرایشی و دود دخانیات از سایر آلرژن‌های این دسته هستند. دسته سوم آلرژی‌های تماسی هستند که در اثر تماس ماده حساسیت‌زا با قسمت‌های کمو یا بدون موی پوست اتفاق میفته. صابون، پرز فرش، سموم و رنگ جزء این دسته قرار میگیرن. دسته چهارم مربوط به آلرژی‌های غذایی میشه. این اتفاق زمانی به وجود میاد که سیستم ایمنی بدن یک واکنش غیرعادی به محتویات درون مواد غذایی نشون بده. به عنوان مثال ادویه‌جات مثل زردچوبه، فلفل، زنجبیل، زعفران، سیر و پیاز میتونه به عنوان آلرژن در بدن برخی از حیوانات شناخته بشه. در صورت ایجاد حساسیت بدن حیوان آلرژی رو با حالت تهوع، استفراغ و علائم پوستی نشون میده. توصیه میکنم هنگام مشاهده علائم آلرژی در حیوان اون رو فوراً نزد دامپزشک بیارید. عموماً دامپزشکان از طریق معاینه و طرح یک سری از سوالات سعی میکنن که عامل آلرژی رو در حیوان پیدا بکنن. حالا اون سوالات چیا هستش؟ راجع به نوع تغذیه حیوان سوال میشه، راجع به محل‌هایی که رفت آمد داشته، ورود گیاهان جدید به منزل یا استفاده از عطر و دود دخانیات در اطراف حیوان سوالاتی هستش که دامپزشکان از شما میپرسن. در اکثر مواقع به جهت رفع آلرژی غذایی توصیه میشه که برای مدتی به جای استفاده از غذای خشک، تشویقی و انواعی مثل این از یک رژیم غذایی بسیار ساده برای حیوان استفاده بشه. درمان علیه انگل‌های جلدی و حمام کردن حیوان میتونه باعث جدا شدن عامل حساسیت‌زا از پوست و موی حیوان بشه. استفاده از یک سری داروها مثل کورتیکواستروئیدها از اقدامات بعدی دامپزشک در جهت رفع خارش هستش. ضدعفونی محل نگهداری حیوان، پرهیز از بیرون بردن حیوان برای مدتی چون امکان داره که عامل آلرژی در محیط بیرون دوباره با حیوان مواجه بشه. عدم استفاده از دخانیات در اطراف حیوان، شستشو و ضدعفونی محل نگهداری و پرهیز از بیرون بردن اون برای مدتی کوتاه میتونه باعث رفع حساسیت و آلرژی در حیوانات بشه. در انتهای سال جدید رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم امسال بتونیم با افزایش آگاهیمون محیط زندگی بهتری برای حیونا بسازیم.